اینجا خوابیده، روی تپه‌ای که خانه پدر بزرگش در پایین آن است. پدر مادرش هم این روزها در این خانه زندگی می کند و دلخوشیش آمدن تا بالای تپه و اشک ریختن بر مزار رومیناست. درست مثل همین حالا که پدر بزرگ رومینا آمده. ولی گویا قرار نیست که اینجا آرام بگیرد. اهالی روستا میگویند چند وقتی است عده‌ای موتورسوار اطراف این گورستان خانوادگی پرسه میزنند و فریاد زنان میگویند جنازه رومینا را از اینجا میبریم. میگویند دوستان بهمن هستند. آخرین بار رومینای 13 ساله در این خانه چشم روی هم گذاشت و دیگر باز نکرد. ساعت از 6 عصر گذشته بود که ضربات مهلک داس پدر بر گردنش به زندگی او پایان داد. جرم او فرار با پسری به نام بهمن بود که 28 سال دارد و حدود 15 سال از رومینا بزرگتر است. بهمن و رومینا که ادعای عشق داشتند، حدود 5 روز قبل از قتل او از خانه گریخته بودند تا به این ترتیب رضایت پدر دختر را برای ازدواج بگیرند. رضایتی که به گفته بهمن به دلیل سنی بودن او داده نشده بود. اما پس از آن بازداشت و دختر به خانه پدری بازگشت و ساعتی بعد به قتل رسید. این ماجرا را حالا همه می‌دانند و بارها آن را مرور کردند. اما آیا رضا اشرفی واقعاً قصد کشتن رومینا را داشته و آنطور که بهمن ادعا می‌کند به دلیل سنی بودن او مخالف این ازدواج بود؟ اینجا روستای سفید سنگان است، جایی که رومینا در آن به قتل رسید. این روستای شیعه نشین در بخش لمیر واقع شده است. این هم روستای شلغون است، روستایی با مردم سنی نشین که در بخش ویزنه قرار دارد. هر دو روستا در فاصله بسیار کمی از هم واقع شدند و این خیابان یعنی خیابان وحدت مرز بین دو روستا را مشخص می‌کند. بهتر است ماجرای قتل را از عقب‌تر دنبال کنیم و کمی از زبان مدیر مدرسه روستا بشنویم. رومینا دانش آموز من بود و خیلی مهربان، خیلی نجیب، خیلی پاک، دختر زیبا و خوشگل و از لحاظ استعداد، هوش و ذکاوت 20 فوق‌العاده عالی. و مراسمی که ما صبحگاهی رو اجرا می‌کردیم، دانش آموز باهوشی بودن، می اومد مراسم اجرا می‌کرد، نمراتش تمام 20. آخه این پدرش هم من تعجب می‌کنم، می اومد مدرسه، بعد براش کیک می‌خرید، وسایل می‌خرید، می اومد دوستش داد. من نمیدونم چرا این برنامه پیاده شد. مدیر مدرسه بهمن را هم میشناسد. او میگوید که بهمن را بارها اطراف مدرسه دخترانه دیده است، کاری که خیلی از نوجوانها و جوانها شاید انجام بدهند. اما گویا این اواخر بهمن برای رومینا دور و بر مدرسه دخترانه پرسه میزد. مکررا می اومد از کنار مدرسه میرفت این ور اون ور. چندین بار تذکر دادیم آقا اینجا مدرسه دخترانه از مزاحم نشو برای بچه‌ها. می اومد اینجا سر می. آره گوش کن نبود، حرف گوش نمیکرد. چند بار تذکر دادم نشد. با پاسگاه انسانی حویق به اصطلاح هماهنگی کردیم آقا جلوی اینا رو بگیرید. فکر کنم دستگیرم کردن. درباره رضا اشرفی حرفای ضد و نقیض زیادی وجود دارد. عده‌ای در روستا او را مردی متعصب و خشن و عده‌ای هم او را بسیار مهربان و آرام می‌دانند. ولی همه اهالی میگویند که او دخترش را دوست داشت، اما سختگیری‌های خاص خودش را هم داشته است. البته این قبیل سختگیری‌ها مختص رضا نیست و همه مردهای هر دو روستا متعصب و غیرتی هستند. این درست همان چیزی است که بهمن هم می‌داند. فرار دختر توسط پسر در هر دو روستا بارها اتفاق افتاده ولی هرگز به چنین قتلی ختم نشده است. معمولاً دخترهای فراری پس از مراجعه به خانواده با پسری که او را فراری داده ازدواج می‌کنند، اما در اکثر مواقع پدر در نهایت دختر را طرد می‌کند یا هرگز به خانه او نمی‌رود. در این مابین گاهی دختر و حتی مادر دختر هم کتک سختی می‌خورند. این رسم حتی مربوط به سفید سنگان و شلاقون هم نمی شود. فرار دختر و پسرها در روستاهای زیادی از بخش تالش رخ می دهد. دختر من یه پسره را خواسته بود فرار شد. رفتم عقدشون رو خوندم. کارشون رو تموم کردم. رفت الان سر زندگیشونم. بنا نمیشه که یه دختره فرار کنه یا بچه رو بده بهش بره یا بیار تو خونت نیه دار. یه نیست که آدم نمیتونه یه مرغ سر ببره. آدم به بچه خودش این کارو میکنه. فوقش دخترها رو یک کتک مفصلی میزدم یا اصلا مینداختم از خونه بیرون. خونه یکی از فامیلا چند مدتی بذار بمونه تنبیه بشه. اواخر اردیبهشت بود که رومینای 13 ساله در حالی که هنوز کودک است با همکاری بهمن شبانه از خانه گریخت. بهمن علت فرار را اینطور توضیح میداد. اقدام کردم، پدرش گفتش که من نمیدم دخترمو، اصلا دخترم به عهد تسنن نمیدم. بعد دخترم بهم زنگ زد گفت بابام آزارم میده، اذیتم میکنه، بیا منو ببر یا من خودمو میکشم. پس از آن به گفته بهمن رومینا به خانه خواهر بزرگتر بهمن در آستارا میرود و حدود 5 روز در این خانه میماند. تا اینجا فرار رومینا شبیه همه فرارهایی است که در تالش رخ میدهد.
اما از اینجا به بعد اتفاقهایی رخ میدهد که رضا را به مرز جنون میرساند. پسر تو لایو فیلمشو میذاشت، صحبت میکرد، ما هم نگاه میکردیم، تو لایو همه میدیدن. حتی شب بود تو خونه خواهرش به نام فروغ خاوری دختر رو برده بود، عکس فروغ هم تو دیوار مشاهده میشد تو لایو تو موبایل که نگاه میکردیم. صحبت میکردن، دوستاش به زنگ میزدن، میگفتن دختر رو ما ندیدیم ببینیم چجوریه، صدا میکرد دختر بیا بس دوستان تو رو میخوام ببینن. همین که دختر اومد میخواست از صورت رو بوسه کنه، دختر نذاشت، دستشو گرفت بوسید رو. الان تو لایو هست. در کنار این لایو بهمن عکس‌های بیشتری از رومینا منتشر می‌کند. عکس‌هایی که شبیه آن در روستاهایی با تعصب کمتر هم دیده نمی‌شود. این عکس‌ها و فیلم‌ها به سرعت در گوشی تلفن اهالی هر دو روستا دست به دست می‌شود. اما بهمن در مصاحبه‌اش چیز دیگری می‌گوید که صحت ندارد. فقط یه دونه عکس بود که من موقعی که فرار دادم دختر خودش گفت که عکسو من خودم می‌ذارم تا همه بدونن با هم فرار کردیم، تا بفهمن که تو منو ندزدی. همه عکس‌ها در صفحه یا همون پیج بهمن در اینستاگرام منتشر شده و اینکه همه آنها رو رومینا گذاشته باشد کاملا دور از واقعیت است. اما بشنوید از این طرف و حال و روز رضا پس از دیدن عکس‌ها و فیلم‌ها. رضا آدم خوبی بود، بعدن مؤمن بود. این پسر بهمن که بدون سیغه بدون عقد دختر رضا را رومینا را بغل کرده بود، به خاطر همون رضا یه عصبانی شده، گفته دختر من با یه چی بدون عقد بدون سیغه بغل کرده، لایو زنده میذاشت با دختر لایو زنده گذاشته بود، دست دختر رو میبوسید، روی دختر رو میبوسید. به خاطر همون چیزا رضا عصبانی شد. بهمن میدانست که رضا رومینا را به اون نمیدهد، پس شروع به بازی با آتش کرد. بهمن میگوید که رضا به دلیل سنی بودن مخالف این ازدواج بوده، در حالی که خواهر رضا یعنی عمه رومینا با یک مرد سنی ازدواج کرده و اهالی هر دو روستا هم در گفتگو با عصر ایران این موضوع را رد کردند. حالا دختر رو برمی‌داره فرار میکنن، خب دیگه میان طرف ما رسم دیگه، یه بزرگتری میره کارشون تمام میکنه، میان عروسی میگیرن واسه خودشون زندگی میکنن، بچه دار میشن، میرن میان. تا الان همچین اتفاق نیفتاده بود. این اتفاق افتاد، نمیدونم واسه چی افتاده. تو خود الان عروس ما مثلا من مذهب سنی دارم، عروس ما که برادرمه رفته شیعه گرفته، یا تو سالهای اخیر چند تا از دخترای شیعه آوردن محل ما، یا چند تا از دخترای سنی رو بردن طرفای اونا. الحمدلله که جوانای ما با همدیگه رابطه خوبی داشتن. رضا مشکل خانوادگی با بهمن داشت. البته شایعاتی درباره برخی رفتارها و خلافهای بستگان نزدیک بهمن در منطقه شنیده می شود که اثبات آن نیاز به پیگیری‌های قضایی دارد. اما آنچه که معلوم است خانواده بهمن برای رضا خوشنام نبودند و رضا تصور می‌کرد بهمن رومینا را برای ازدواج نمی‌خواهد و آینده دیگری در انتظار دخترش است. به روز قتل برگردیم. رضا تازه رومینا را که از کلانتری به خانه یکی از بستگان رفته بود را به خانه آورد و به گفته همه بستگان با او رفتار خوبی داشت. آنقدر خوب که حالا همه تصور می‌کنند همان موقع رضا نقش بازی می‌کرده است. اما واقعیت چیز دیگری است. رضا وقتی به خانه میرسد دوباره به قصد خرید از خانه خارج میشود. همین که آورد بچه رو خونه، دوباره برگشته بود رفته بود تو مغازه پدر خانم خودش به نام حسن آقا داشتی. خودش صحبت میکرد برای ما. گفت پسر اومد اینجا قاطع 10 تا بستنی گرفت، 4 تا صابون گرفت. رضا به اینجا میآید، خانه پدر خانومش و جایی که حالا در بالا دست آن قبر رومیناست. بستنی و صابون را میخرد و به طرف خانه باز میگردد. از اینجا تا خانه رضا پیاده حدود 10 دقیقه راه است. 10 دقیقه‌ای که در آن تماسی گرفته می شود. این پسر بهمن خاوری زنگ میزنه به رضا، میگه دختر 5 روز با من مونده، تحریکش کرده، عکسش تو گوشی منه، عکس لختشو بهش نشون میده، بعد فیلمشو واسش میفرسته و تحریک میکنه، میگه رضا تو به غیرتی، شما من از زودتر از تو اومدم خونه، تو نمیتونی کاری بکنی. بعد دخترت 5 روز با من مونده، خانم منه، زن منه دخترت. از اینجا به بعد داستان را همه از زبان مادر رومینا شنیدن که چطور دختر در خواب به قتل میرسد. بهمن خیال میکرده با این تلفن تیر خلاص را به رضا میزند و او هم دختر را طرد میکند مثل همه فرارها، اما در واقع با این تماس تیر خلاص را به رومینا میزند. بهمن آنقدر در این کار افراط میکند که مرد متعصبی چون رضا که آمادگی انجام هر کاری دارد را به مرز جنون میرساند. کارهایی که تا به حال هیچ کس شبیه آنها را در هیچ روستایی نکرده است.
پشت پرده قتل رومینا گفتنی‌های بیشتری دارد که امکان نشر آنها در این گزارش وجود ندارد. اما رومینا را فقط تعصبات و غیرت پدر نکشت. هرچند رضا داس را پایین آورد و گردن را برید، اما بازوی قدرتمند دیگری هم دستش را همراهی می‌کرد. بازویی که در خواباندن دخترک زیر خروارها خاک بی تقصیر نیست.